أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده با خواهش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام امروز درباره دوست سخن میگویم. در این دنیا هیچ یک انسان بدون دوست زندگی کرده نمیتواند، یعنی زندگی او خوش نمیگذرد. البته الله تبارک و تعالی دوستی را میپذیرد، یعنی وقتی که مسلمان با برادر مسلمانش دوست و برادر میشود، این به الله تبارک و تعالی پسند است، به شرطی که اون دوستی از برای الله باشد. لیکن در این دور و زمانه بسیار شدند یک نمود دوستانی که در نزد تو دیگر سخن میگویند و در نزد دیگر کس در بابت تو سخنهای غلط میگویند، یعنی غیبت میکنند. ای برادر و یا خواهر اهل اسلامی که با کسب فتنه‌گری یعنی غیبت کنی مشغولی، به حرمت خداوند هوشیار باش. این را بین که الله تبارک و تعالی همه گناه‌هایت را میبخشد، بجز غیبت کنی و حق مردم خوری و بینمازی و استغفر الله، از همه گناهی سخت شرک آوردن. پس به حرمت خداوند توبه کن و اون غیبت کنی و فتنه‌گری خود را امروز به انجام رسان و توبه کن و به درگاه الله تبارک و تعالی دعا کن که یا الله، من یک بنده عاجز تو ام و از این روز اعتبارا دیگر این کار خطایی که میکنم کرده بودم تکرار نخواهم کرد. وقتی که یک توبه تو از صدق دل می شود، انشاءالله الله تبارک و تعالی می بخشد، زیرا الله تبارک و تعالی غفور الرحیم است. زیرا از اون غیبت هایی که امروز هم می کنند، یک چند عائله ها و یک چند خاندان ویران شدند. امروز درد خود را به کی گفتن را نمیدانند. پس به حرمت خداوند ای برادر و یا خواهر اهل اسلامی که با کسب غیبت کنی خود را مشهور کرده ای، توبه کن و در خاطر دار که اون شخصی که به تو احسان میگوید به این کسبت، اون دشمن توست. و اون شخصی که میگوید ای خواهر و یا ای برادر از این کار دست کش، این دوست، زیرا در عرفیت میگویند دوست سوزانده گپ میزند، دشمن خندانده. یعنی اون کار خطاگی که تو میکنید، دشمن تو ای برادر این کار تو بهترین گویان تو را میخنداند و تو از این یک راحت میگیری. وقتی که دوست حقیقی تو برای تو یک مصلحت خوبی میدهد، تو از آن نفرتت زیاد میشد. لیکن این انسان میخواست تو را از راه بد نجات دهد. ای برادر، بین دوستان خود غیبت و فتنه‌گری را پهن مکن. چنانچه شاعر گفته است تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. امروز این مشکلی تو غیبت کنی توست. این را بین که از اون غیبت کنی تو دوست حقیقی تو نداره در این حیات. وقتی تو غیبت را ترک میکنی، وقتی که تو فتنه‌گری را ترک میکنی، وقتی که دل خود را نسبت دوستان گشاد میکنی، خوش به حالت. باز میگویم این غیبت کنی یکی از گناههای کبیر است و روزی که تو این توبه نکرده از این دنیا میروی، یک لحظه به خاطر آر که چه اندازه تو کار ثواب کردی و چی تر به نزد الله تبارک و تعالی سر خود را برداشت جهاد میدهی.
الله تبارک و تعالی این عمر ما را برای سنجش آفرید. بنده با چشمان خود دیدم که یک چند نفر انسان ها در نزد انسان دیگر خلقم میزوند و از پشت و سخنهای قبیح را. اگر یک خطاگی دوست را دار دیدی رو به نزدش گوی ای برادر من خطاگی تو را دیدم و خطاگی تو این است، لیکن در نزد دیگران اون را پهن مکن. وقتی که دردی اون برادر خود را نمیدانی برای چه بهای پس داده دردی او را ندانسته در بابت او به دیگران خبرهای خطا و فتنه‌گری میکنی. غیبت این یکی از گناهایی است که انسانیت را رزق انسانیت را پست میکند. به حرمت خداوند ای برادر و خواهر اسلامی که تا این دم با کسب غیبت کنی مشغول بودی، این کسب لعنت زده خود را ترک کن و با دوستان خود و با برادران خود با مهر و عاقبت باش. البته در این دنیا ما همه گناهکاریم، لیکن الله تبارک و تعالی میگوید که اگر بنده من توبه کند من میبخشمش. پس به حرمت خداوند بیایید برادران این غیبت کنی و این فسق و فساد هایی که در بین جامعه پهن شده است این را از بین بریم و شکر هر یک دقیقه که الله تبارک و تعالی بر ما نصیب کرد شکر هر یک دم را نماییم. وقتی که به سر دوست یک تشویش آمد او را ترک میکنی و یک وقتی که یک خرسنده شد یعنی یک مال دنیا را به دست آورد برای که به نزد او دویده میایی، حالا که تو وقتی که او به سرش تشویش افتاده بود از او هزارها مراتب دور شده بودی. در این دنیا دوست حقیقی را پیدا کردن بسیار مشکل. چو روزی سخت آید بر سری دوست مجوی حاجت و راهی گریز را. بدان مایم دوست و هم برادر نما اجرا تو هر امر خدا را. یعنی وقتی که به سری دوست یک تشویش میآید تو راه گریز را طی مکن، برعکس تو کوشش نما تا اینکه به دوست یقین خود یعنی به دوست نزدیک خود به دوست و برادری خود کمک رسانی. برای قدر دوستی را فهمیدن شرط نیست که تو عالم باشی، شرط نیست که تو ملا و دیگر باشی، شرط است که تو انسان باشی. چنانکه گفتم اخلاق را از کی آموختی؟ از بیادبان. این معنای اون را دارد که تو اون کار را کن که بیادبان نمی کنند و اون کار را نکن که بیادبان می کنند. وقتی که تو یک مرتبه به خود سوال میدی ای انسان در این امور کوتاه خود تو به کی یاری رساندی و کی را رنجاندی؟ و در این سوال خوب فکر کن. این جامعه امروز ما را فقط دوستی و یکدیگر فهمی مستحکم کرده میتواند، لیکن وقتی که غیبت میکنی از این دیدی که عائله ها ویران شده سادن. امروز ها یک چند نفر زنهای لعنت زده اون عائله ها را با یک خبری بی اساس و فتنه‌گری یک عائله های خوش و خرسند زندگی کرده را ویران میکنند. به حرمت خداوند ای برادر و یا خواهر اهل اسلام یک لحظه اندیشه کن از این غیبت کنی و از این فتنه گرایی دست کش، زیرا این عمر 2 روزه است و تو نمیدانی که در وقتی انجام کدام گناهی کبیره خود ترک این دنیا میکنی. الهی الله تبارک و تعالی بعد شنیدن هر یک نصیحت هم به شما و هم بر خود گوینده یعنی کمینه عمل کردن را نصیب روزی گرداند. و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. و از درگاه خداوند دست دعا برداشته میگویم یا الله ما بندگانت را از راه خطا و از فتنه‌گرایی و غیبت کنی، از گناه کبیره و صغیره کردن ایمن نگهدار.
و الهی هر دعا و تسبیح ما را و هر دعا و التجای ما را مقبول درگاهت بگردان و گناههای ما را مغفرت کن. آمین یا رب العالمین.